خمس امام بهانه‌ای برای خالی کردن جیبها. خمس یعنی 20% مال زائد بر مصرف. این بدعت در اواخر قرن پنجم هجری در جامعه شیعه پدیدار شد و از مراحل زیادی عبور کرده تا سرانجام به دینجا رسید که پرداخت خمس کسب و کار به فقها و مجتهدین واجب است و پس از تأسیس این بدعت احکام سختی نیز بدان اضافه گردید تا شیعه را به انجام و تمسک به آن وادار نماید، مثل دخول ابدی در آتش جهنم برای کسی که خمس نپردازد، یا عدم قبول عبادات او، عدم اقامه نماز در خانه او و حتی غذا خوردن در سر سفره این شخص را حرام دانستند. و این هم حکم دیگری که آن را آخوند قرائتی بیان می کند. و اگر هم برای حضرت زهرا تو این ایام عزاداری کردید، اینم به شما بگم، کسی گر گریه بکند برای زهرا و خمس نداد، این خیلی فرق نمیکنه با اونها که برای زهرا گریه کردن و فدک هم ندادن بهش، چون فدک حق زهراست، سهم امام حق فرزند زهراست. ما که میگیم چرا حق زهرا را ندادن، خب او حق مادر نداد، منم حق پسرشو نمیدم، فرقی نمیکنه. این در حالی است که هیچ نصی درباره خمس کسب و کار وجود ندارد، بلکه این دیدگاه در عصور بسیار متأخر توسط بعضی از فقهای شکمپرست پدید آمده و کاملا با قرآن و سنت و اقوال ائمه علیهم السلام مخالف است. خمسی که نسبت به زکات 100 برابر مهمتر است، شکی نیست که مالیاتی به این اندازه وحشتناک باید نصی واضح از نصوص شرعی آن را فرض کرده باشد، به گونه‌ای که تعویل و تغییری بدان راه نیابد. زکات که ارزش آن 100 درجه پایینتر از خمس است، با ده‌ها آیات صریح قرآنی که اختلافی در آن نیست و نمیتوان آن را به غیر از زکات به چیز دیگری تعویل نمود، ثابت شده است. اما در مورد خمس کسب و کار حتی یک آیه صریح و واضح نازل نشده است. تنها آیه‌ای که در آن از خمس نام برده شده است آیه 41 سوره انفال است که الله متعال می‌فرماید: واعلموا انما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. و بدانید هر غنیمتی که به دست آورید 1/5 آن از آن الله و پیامبر و خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است، اگر به الله و آنچه بر بنده خود در روز جدایی حق از باطل نازل کردیم ایمان دارید، روزی که آن دو گروه یعنی مسلمانان و کفار با هم درگیر شدند، یعنی روز جنگ بدر، و الله بر هر چیزی تواناست. این آیه بعد از غزوه بدر نازل گردید و در مورد خمس غنایم که از کفار و آن هم در میدان نبرد گرفته شود است و این تنها یک تشابه لفظی است که مقید و مضاف به غنایم است و برای همه اموال مطلق نیست. و در قرآن کریم آیه دیگری که مشتمل بر لفظ خمس باشد یافت نمی شود. طوسی در کتاب الاستبصار جلد 2 صفحه 33 روایت 184 از ابی عبدالله امام جعفر صادق رحمه الله روایت می کند که ایشان فرمودند: لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه، خمس فقط در غنیمت ها است. پس سهم پیامبر و آل ایشان صلوات الله و سلامه علیهم که در آیه خمس غنائم ذکر شده است حاصل دسترنج مردم نیست،
بلکه اموالی است که مسلمان‌ها در جهاد از کفار به دست آوردند و غنیمت گرفتند و در هیچ جایی ثابت نشده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم از کسب و کار و دسترنج کسی خمس حاصل نموده باشند و از امام علی و فرزندان ایشان رضی الله عنهم ثابت نشده است که ایشان خمس گرفته باشند. سوال اینجاست که آیا مراجع شیعه مقلدین خود را کفار میپندارند و پولی را که از آنها میستانند خمس غنایم به حساب میآورند؟ زیرا مال مسلمان غنیمت محسوب نمی شود، بلکه این اموال کفار است که وقتی در جنگ به دست مسلمانان بیفتد غنیمت محسوب می گردد. یا اینکه مراجع رافضی مصداق این آیه قرآن کریم هستند که الله متعال می فرماید يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ای مؤمنان، همانا بسیاری از علما و دیرنشینان اموال مردم را به ناحق میخورند و مردم را از راه الله باز می‌دارند.